سلام چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من که حسابی خورده تو پرم. امروز شنبه ساعت 7:30 صبحه. من از ساعت 5:30 بیدار شدم. چرا؟ چون امروز یکی از روزایی بود که ما باید برای واحد دانشگاهمون و کارورزش میرفتیم بیمارستان بخش اعصاب و روان تو همین تهران. آقا من از ساعت 5:30 صبح بیدار شدم، گفتم که بذار استراحت میگیرم یه 20 دقیقه نیم ساعتی بخوابم. بعد یه 20 دقیقه نیم ساعتی خوابیدم، ساعت 6 از خواب بلند شدم، صبحانه خوردم و دیگه حاضر شدم کارمو انجام دادم. ساعت نزدیکای 6:45 بود. اسنپو زدم که دیگه 7:30 بتونم اونجا باشم، حالا محیطم جدیده و اینا، بتونم برم حالا داخل بخش. من هر چی اسنپ زدم قبول نکرد. بعد جالب بود قیمتش هی دوبله میشد، سوبله حتی شدش، بعد قبول نکردش. ببین واقعا قیمت اسنپ بیمارستان از خونه ما 17 کیلومتره، تا 300,000 تومنم رفتش، ولی کسی قبول نکرد. من نتونستم برم. خیلی واقعا خورد تو ذوقم، چون الان من حاضرم، قشنگ لباس پوشیدم و کیفم حاضره، قهوهم آماده کردم گوشم توی کیفم، نون توست آماده کردم گوشم توی کیفم و قشنگ خورد تو ذوقم. دیدید که آدم برای اینکه بتونه یه ذره آروم شه از لحاظ درونی الکی خودش رو با این جملات تسلا میده که حالا قسمت نبود، شاید اگه میرفتم تو راه اتفاقی میفته. واقعا دست به دامن همچین کلمات و جملاتی شدم، چون که خیلی 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 زور داشت. تو فرض کن روز شنبه ساعت 6 از خواب بلند شی، آماده شی کارتو بکنی و برای واحد درسیت نرسی که بری. باور کن اگه میدونستم اینجوریه با مترو بیارتی و اینا میرفتم، اصلا دست به دامن استاپ نمیشدم. هارت اتکت. چه نور خوشگل اینجا افتاده. حالا نمیدونم که الان من چی کار کنم. احتمال خیلی زیاد لباسم در بیارم، یه ذره کوچولو دوباره استراحت کنم، بلند شم و به باقی کارهای روزم برسم. شما هم سعی میکنم که تو این چند روز اول هفته با خودم همراه کنم. خب الان ساعت 9. من یه کوچولو استراحت کردم و دراز کشیدم، دوباره لباسا رو پوشیدم. گفتم که فرصت رو غنیمت بشمارم، میخوام برم دانشگاه دوره کارشناسیم برای کارهای فارغ التحصیلیم. کارهای فارغ التحصیلی من خیلی داره کش پیدا میکنه و اینکه واقعا من خودم آدم اهمال کاری نمیدونم. من تمام کارهای فارغ التحصیلی دوره کارشناسی من انجام دادم و دیگه رفته بودم برای پیگیری آخر که متاسفانه بهم گفتن که اون شخصی که این کار رو انجام میداده عوض شده و یه شخص جدید جاش اومده توی آموزش، به خاطر همین تمام مدارک گم شده. واقعا عجیبه زندگی. و من 2-3 بار بعد از اون رفتم، اون فرد جدید انقدر که با محیط آشنا نبود و انقدر که نمیدونست باید چی کار کنه، یعنی منو از یه جا میفرستاد به یه جای دیگه، از یه اتاق میفرستاد به یه اتاق دیگه. خلاص کارهای من هنوز که هنوزه فکر میکنم تو همون مراحل ابتداییه. بچه‌ای که فارغ التحصیل شدن میدونن اون 12 امضا هستش که حالا تو باید بگیری. من اونو 4 مرتبه گرفتم و هر بار که بهشون دادم یا گم شده یا اینکه اظهار بی اطلاعی کردن که اونجا نیستش. واقعا آموزش هر بار رفتن پیشش نیازمند اینه که تو یه صبر و حوصله‌ای داشته باشی و با یه تجدید قوایی بری پیششون. دیگه امروز گفتم که حالا که بیدار شدم و فرصت دارم برم و دیگه نیفته تو زمان امتحانات که سر اونا هم شلوغه. دیگه بریم دیگه. من کتابخونه رو از اون نقطه که نورش خوب بود الان آوردم اینجا و نورش خیلی خوب نیستش. پردارم که بدم کنار ضد نور میشه یه نور عجیبی میزنه تو تصویر. اونجا که بود خیلی راحت بودم، با اینکه اینجا الان جاشو خیلی دوست دارم و فضا باحال شده، یه پارتیشن ایجاد شده بین حالا فضای ورودی و آشپزخونه و پذیرایی، ولی خب یکم نورش خوب نیست دیگه. مقنعه واقعا خیلی چیز عجیبیه، قدرت اینو داره که یه تنه خراب کنه اون استایلی که حالا داری.
خب من برم، امیدوارم که کارم انقدر واقعا انقدر پیش بره، راضیم. سلام دوباره، نور من کناره دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. من بچه ها اومدم از دانشگاه و دیگه یکم خوابیدم، استراحت کردم 1-2 ساعتی، بعد الان دوش گرفتم و نهار خوردم و برای خودم چای ریختم دیگه. الان توی یک نقطه آرامشی هستم. من وقتی که غذا میخورم و میرم دوش میگیرم و یه چای بعدش میزنم، اون نقطه کرم دارم میزنم اون نقطه آرامش منه. حالا بذارید براتون تعریف کنم که دانشگاه چه خبر بود اصلا. شما فرض کن من صبح رفتم آموزش، تا وارد شدم دیدم هیچ کسی تو آموزش نیست جز یک نفر. گفتم که سلام، باقی کجا هستن؟ من برای کارهای فارغ التحصیلی اومدم. گفتن که نیستن، فردا تشریف بیارید. میتونید حدس بزنید که من اون لحظه چقدر کلافه شدم، چون من به شما گفتم که من بارها برای کارهای فارغ التحصیلیم رفتم و هنوز تو مرحله اولم. مثلا ازم شماره میگیرن که قراره کارامو اوکی کنن، یا اینکه مثلا میرم اونجا کارامو رو نمیندازن. خلاصه اینو که به من گفتش من واقعا عصبانی شدم. گفتم که مدیریت کجا هستم؟ من میخوام با مدیریت صحبت کنم. بعد گفتش که ایشون هم نیستن. من واقعا نمیخوام که این اتفاق بیفته، ولی گاهی اوقات انگار لازمه که تو عصبانی بشی برای این افراد، برای این افرادی که اصلا وقت تو برای زمانی که تو میذاری برای دانشجو، اصلا برای دانشجو هیچ ارزشی قائل نیستن. واقعا من نمیخواستم، ولی خب یک مقدار تون صدام تغییر کرد و نشون دادم بهشون که واقعا من عصبانیم از این شرایط. بعد که اینجوری کردم یکم نرم شد. خیلی عجیب. گفتش که خب مدارکت همراهته، یه کپی برای من. حالا درست نیست من بخوام اداشو در بیارم، ولی واقعا ببین واقعا عصبانیم کرده بود و اینکه نیاز داشت که من عصبانیتمو بهش نشون بدم و یکم با هم را بیاد و بهم کمک کنه، این بیشتر من عصبانی میکرد. چون که خب من اومدم، من دانشجوام. خلاصه من رفتم از مدارکم کپی گرفتم دادم بهشون، بعد یه ورقه شماره‌مو نوشتم و بعد نوشتم خواهش میکنم بهم زنگ بزنین، حالا ببینم که فردا بهم زنگ میزنن یا نه. بعد دیگه اون خانمی که اونجا بود، از قصد اسمشون نمیارم، اون خانمی که اونجا بود بهم گفتش که خیالت راحت، اصلا من خودم پیگیری میکنم، فردا اگه ایشون نباشن و وقت نکنن پیگیری کنم، من خودم براتون پیگیری میکنم و تو دیگه خیالت راحت، فردا منتظر زنگ من باش و اینا. دیگه خلاصه این شکلی من امروزم اینجوری بود. یعنی دیدید که من یکی صبح میخواستم برم بیمارستان و نشد، یکم که رفتم دانشگاه و هیچکی نبود و واقعا کلافه بودم. به خاطر همین میگم علامه نقطه آرامشی رسیدم، چون دیگه دوش گرفتم، نهار خوردم، الان چای دارم و دیگه برای باقی روزم هم کم کم داره غروب میشه. فکر کنم ساعت چنده؟ ساعت 5 و برای باقی روزم برنامه‌م اینه که یه شام باید بذارم، مرغ میخوام بذارم، باید بشینم برای کارهای پایان نامم، موضوع رو دیگه امروز و فردا نهایتا انتخاب کنم. راستی اینم بهتون بگم که خب من دیگه ترم 3 ارشدم دیگه. موضوع پایان نامه، آقا اگر ارشدید از همون ترم 1 و 2 شروع کنید به مطالعه کردن مقاله‌های متفاوت. البته اگه میخواید که خودتون پایان نامتون رو بنویسید، خب اگر نمیخواید، خب مثل بسیاری از همکلاسی‌های من که پایان نامه‌شون رو دارن میدن بیرون، اصلا من خودم یه سری افراد رو بهشون معرفی کردم که حالا اونا پیششون پایان نامه‌شون رو انجام بدن، یه سری افراد خوب و حالا مورد اطمینان. خب ولی اگر میخواید خودتون بنویسید، به نظر من از همون ترم 1 و 2 شروع کنید، مقاله همینجوری رندوم بخونید. بعد که مقاله ها رو خوندید تازه میفهمید که مثلا این
موضوع مورد علاقه منه، این موضوع چقدر بامزه است، این موضوع مثلا چقدر برای من جای سواله، یا مثلا فلان موضوع چقدر مرتبط با اون سبک از مطالعه‌ای که من دارم. میدونی مثلا این کارا رو انجام بدید. من این کارا رو خیلی خب کم کردم و اصلا شاید انجام ندادم. به خاطر همین الان یک مقداری توی استراب و بدو اینم که وای موضوع چی باشه، وای با کدوم استاد من میخوام هماهنگ کنم. این شکلی دیگه من به خاطر همین امروز میخوام بشینم موضوع مقالم رو سعی کنم پیدا کنم. خیلی خیلی دوست دارم که بیام توی ویدیو در رابطه با روانشناسی بگم و اینکه چه منبع‌هایی باید بخونید و اینکه اصلا برای پایان نامه باید چیکار کنید، کلیت و ماهیتی در رابطه با ارشد. نمیدونم کی وقت کنم که این کار رو انجام بدم. دوست دارم که یه جایی باشم که هم نون خوب باشه، همین سوالات رو آماده داشته باشم بیام یکی یکی بهتون بگم. ولی خب قول میدم خیلی من تا اینجا در رابطه با این موضوع قول دادم، چون من مثلا حالا یه سری مخاطب هام بچهای روانشناسی هستن و من واقعا این رو باید بهشون بگم، چون همش من فقط بهشون قول دادم. اینجوری دیگه همین دیگه، من برم به باقی کارام برسم. فردا هم شما رو با خودم توی طی روز همراه میکنم. فردا صبح ساعت 9 صبح وقت لیزر دارم دیگه. فردا میبینمتون. فعلا سلام چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. منو که میبینید حاضر شدم به دلیل اینه که میخوام برم بیرون یه مقدار قدم بزنم و اینکه امروز دوشنبه است. دیروز همینطور که بهتون گفتم دیگه رفتم لیزر رو اومدم خونه نشستم پای پایان نامم و انتخاب کردن و تثبیت موضوع رو فرستادم به استادم، ولی هنوز ندیده و نظرش رو به هم نگفته. حالا دیگه امروز اگر تا آخر امروزم نبینه بهش مسیج میدم که جون مادرت اینو چک کن، نتیجه قایی و نهایی رو به ما اعلام کن. دیگه کار زیاد دارم برای دانشگاه انجام بدم، ولی خب امروز هوا خیلی باحال بود. واقعا هوس کردم که برم بیرون یکم قدم بزنم، چون چند روزی هم هستش که کلا تو خونم و اینکه میخوام برم سمت صنایع قدم بزنم. علاوه بر اینکه قدم بزنم یه کیف من جدیدن گرفتم از آرتمن، اون زیپش خراب شده، اونو میخوام بهشون نشون بدم. بذار کیفو بهتون نشون بدم. ببینید بچه‌ها، من این کیف رو تازه خریدم از آرتمن. خیلی کیف باحالیه، خوشم میاد ازش، اینجوری بزرگه و باحاله. ولی مشکلی که داره واقعا نباید این شکلی باشه، چون خیلی پوز کیفیتشون رو میدن و به نظرم اینجوری نباید باشه. این زیپش میبندیش بسته نمیشه. میدونید چجوری میشه؟ دقیقا اینجوری دون باز میشه. این زیپ رو ببرم نشون بدم که چه وضعشه آقا. بعد اینجاش هم این شکلی شده، نمیدونم چرا، مثلا معلوم نیست یه اینهای خطی که من مثلا نمیدونم، با اینکه من از این 2 بار استفاده کردم به صورت کلی. ببین کیف خوشگلیه، قشنگه، مدلشو طراحیشو خیلی دوست دارم و خب انتظارم ازش نبود با این قیمتی که من خریدمش انقدر مثلا سوسول باشه. دوست داشتم که یکم قوی تن و تنومندتر باشه. میدونی چی میگم؟ سالها ازش استفاده کنم هیچ چیز نشه. حالا این زیپ اوکیه، ببرم امروز اینو نشون بدم. و اینکه راستی من داشتم آرایش میکردم دیدم از یه سری محصولاتم که یه سریاشون جدیدن یه سریاشون نه، خیلی راضیم. گفتم که بیام به شما هم نشون بدم این محصولات رو. آقا هر جا دیدید رو هوا بخرید، چون که کیفیتشون و اینا خیلی خفنه. صبر کنیم بهتون نشون بدم. ببین چیز اولی که میخوام بهتون نشون بدم این ست ریل تکنیکه. اینو قطعا توی حالا تبلیغات و این ور اون ور و اینا دیدی. اینو من خیلی وقته که میخوام بخرم اما هی نمیخریدم، نمیدونم چرا، و هی قیمتش اینجوری میرفت بالا
من اینو از سایت ویترین سفارش دادم و خب تخفیف خوبی خورده بود، مثلا 700 تومن بود، شده بود نزدیک فکر میکنم 500 خورده ای. اوایل که آره میخواستم بخرم مثلا 200-300 تومن بود، ولی انقدر نخریدم و خب گرون شدش. الان من تو ویترین قیمت خوب دیدم و دارم به شماها میگم. مثلا تو پیجای دیگه 1400-500 هم دیدم، ولی خیلی چیز خفنیه، واقعا کیفیت داره، من تاییدش میکنم. ببین اصلا باعث نمیشه که هیچ مثلا تیزی رو صورت داشته باشه و یا زبر باشه. خیلی خیلی نرمه، خیلی خوش دسته، من لذت میبرم واقعا باش آرایش میکنم. دیگه این شکلی دیگه از اینش استفاده نکردم هنوز، دوست دارم تازه بمونه، ولی خب استفاده میکنم. اینم میخوره که چیز خفنی باشه. پدای تو خونریش. دومین چیزی که راضیم و میخوام بهتون نشون بدم، سبکو اینم بیارم. دومین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم این ریمل نوته. بذارید اینجوری کنم اگه میخواید اسکرین شات بگیرید. ببینین خیلی ریمل خفنیه. من خب خیلی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم خیلی برام مهمه که ریمل چجوری باشه، یعنی هر چی که طبیعی تر روی موجه ها بشینه و یه حالت اگزاژری به موجه ها نده، خیلی ریلکس و آروم بلندش کنه دیگه و یه فرمی بهش بده. من اون ریمل رو دوست دارم و این ریملی بود که خوشم اومد ازش. تا الان 2 تا ریمل از بین این همه ریمل که من انتخاب کردم خوشم اومده. یکی همین ریمل نوته همین، و یکی ریمل میبلین اون زرده که تو ویدیو قبلی هم بهشون معرفی کردم. این دوتا رو من خیلی دوست داشتم و در قلب من جا دارن و تمدیدشون خواهم کرده. و چیز آخری که میخوام بهتون نشون بدم، چیز آخری که میخوام بهتون نشون بدم اینه. باز اینم اگر میخواید عکس بگیرید، جینگ جینگ. ببین این خیلی خفنه، همینه که میذارم به لبام. من خیلی کم میزنم تا یه حالت ملیحی داشته باشه. از این صورتی ترم میشه، البته یه بیسی هم براش زدم و گاهم بیسشو تینت میزنم یا حالا یه رژ لبی که بیس محوره. خب اینم چیز باحالیه، من دوستش دارم. یه لب سبکه، یه حال ملیحی داره. اینو ولی زیاد دوست نداشتم. چرا دوست نداشتم؟ چون که شاین داره. ببین باحاله ها، ولی بیشتر مناسب تابستونه یا مثلا مناسب ظهره به نظر من. فعلا گوشمش کنار و ازش استفاده نمی‌کنم. اینم گلدن روزه و اینم گلدن روزه. کلا من محصولات آرایشی گلدن روز رو دوست دارم، چون احساس می‌کنم که علاوه بر اینکه قیمت معقولی دارن، کیفیت خوبی هم دارن و خب برای استفاده روزمره اوکی و مناسبه. من تا حالا هر محصولی که ازشون گرفتم دوست داشتنی بودن، چیز بدی ازشون ندیدم. این هم اگر دیدید و رژ لب هایی که رنگ ملیح و صورتی دارن خوشتون میاد و دوست دارید امتحان کنید، اینو بگیرید، خیلی چیز باحالیه. بذار یه دورم بزنم رو لبم. ببین من مثلا میخوام بزنم، از این طرف اون طرفش این شکلی میگیرمش، بعد میزنم، ولی هر چقدر که به تب مواد بیشتری داشته باشه بیشتر رو لب خودشو نشون میده دیگه. من دوست دارم که زیاد مشخص نباشه. سخته چقدر اینجا. یعنی چیز باحالیه دیگه. همین دیگه، برای امروز هم که دارم میرم بیرون همینو میپوشم با این شلوار چیزم تیره هم و کتونین که هم رنگ اینه، تو ویدیو قبلا بهتون نشون داده بودم. و دیگه این کیف خوشگل جانبازم رو میپوشم از لحاظ زیپی و همین دیگه. بریم بیرون.